این چیه؟ این کفنه؟ بله. نامردا آگهی ترحیم رو برای پروفسور نمیزدیم. ببخشید دیگه، بین مهمون‌ها هیچ فرقی نمیذاریم. آگهی ترحیمتون برای خودم میشنم گریه کنم. پنهان به خاک اگر شده قد رسای تو، غمگین مباش در دل ما هست جای تو. اینو بخونم بچه هم ناراحت میشن. بچه ها شما بزنید یه کانال دیگه، ما با مادر کار داریم. خیلی بدجور داریم تموم میکنیم با کم. حالا غم غصه داریم شما بیا به جای که شاد کنین بعد اینجوری میکنین. اینو چیکار کنین؟ چاپ کردم اونم بچه. بدنزی پاره کنین. آخه چیه بابا؟ من نمیخوام نمورده. با اجازه خودتون بکنین. این جعبه سیاه در جعبه باز آینده‌تون داخل این جعبه است. کجا باز؟ بله از اینجا دوتایی، یکی هم اونوره. این چه کاری آقای عامل؟ کفن خدمت شما. خواهش میکنم. بله، یک کفن و آگهی ترحیم خدمت شما. روم سیاه. من که خوشم نیومد از این مسئله. خوشتون نیومد؟ نه، من اصلا دوست دارم در مورد مرگ صحبت کنیم، به مرگ فکر کنیم. اصلا قشنگ نیست. اصلا این قسمت برنامه رو نمیپسندم. من حق دارم دیگه. بله. تمام یه روزی میمیریم ولی دلیل نداره که بیام الان کفن برای خودمون هدیه بدیم. البته اینو بگم ما به این نیت نذاشتیم که بگیم مثلا زندگی نکن. که شما بیارین مثلا اینو بیارین بازگشت احمد سیو و اینو بذارین، این اصلا قشنگ نیستش. اصلا قشنگ نیست. عکستون هم چاپ کردن. من برعکسش کردم که نبینم. بی سلیقه. ما میخوایم بگیم وقتی آخرش اینه پس چرا اونجوریم؟ میدونیم اینه. این فیلم سال گذشته تو زمستون ضبط شد. جالبه که توی مرداد ماه، یعنی بعد 6 ماه 7 ماه پخش کردن. یه بارم تو دی ماه، یعنی 2-3 شب پیش پخش شد. بعد اون قسمت آخرش که دوستانم دیدن، کفن آوردن و نمیدونم اعلامیه مرگ مهمانشون آوردن و گذاشتن جلومون، من خیلی ناراحت شدم. بهشون گفتم آقا این کار قشنگی نیست، خواهشاً این پخشم نکنید. قولم دادم پخش نکنن، اما باز هم این کارو نکردن و به قولشون عمل نکردن. یه کار بی اخلاقی، بی معرفتی، غیر انسانی بود کارشون و واقعا دل منو شکستند. خدا هم دلشونو بشکنه.